حضرت سجاد سلام الله علیه می‌فرمایند و اعنا علی صیامه به کف الجوارح عن معاصی. معلوم شد که صیام فقط نخوردن و اجتناب از این کارهای ظاهری نیست، این هم جزو این صیامی است که شما رو به خدا اونجور نزدیک میکنه. کف جوارح از معاصی الهی و استعمال آفی به ما یرضیک. دنبالش بعد از فاصله میفرماید و ان تقرب الیک فیه من الاعمال الزاکیه بما تطهرنا عن الذنوب و تعصمنا فیه مما نستأنف من العیوب. هم از گذشته ما رو خدای متعال پاک کنه، هم در آینده ما رو محفوظ کنه و نگه داره. قدر